بینندگان ارجمند، ما امروز به شما آیین زندگی نامی ساکنان محلی نوآبادی ناحیه بوکی ولایت تاشکند حکایه می‌نماییم. مردم ما اساساً سال 1962 1963 از جمهوری تاجیکستان کوچیده آمدگی بودند و در دوام 63 سالی که حالا در همینجا زندگی کرده ایستادند، در تمام ساحه ها فعالیت برده ایستادند. شماره مردم دهی نوآباد اساساً از روی معلومات ها 3646 نفر می باشد. در حدود دهی نوآباد 3 مکتب به زبان تاجیکی فعالیت می برد. در ازبکستان سیر ملتمان خیلی که معلوم است زیاده از 130 ملت و خلقیت زندگی می کند. در قطار همین ملت و خلقیت های ازبکستان مردم نوآباد هم خلقهای تاجیک زبان در همینجا اهلانه با همسایه قزاق ها، ازبک ها، قرغیز ها اهلانه زندگی کرده کار و فعالیت پیش می برند. باشندگان محلی نوآباد برابر کارهای کشاورزی، عرف و عادت و آیین‌های ملی را پاس می‌دارند. دهه نوآباد بسیارتر دختران و زنان کارهای خودجگی خانه‌شان مثلا به نانپزی، به خوراک‌پزی ملی و همینا حوار می‌باشند. در جریان این فعالیت کاری خودم دسته دختران گلدختران زرافشان را که تشکیل کرده بودم 4 سال آنها به جاهای رسپوبلیکی اشتراک میکنند و چهاربینی ها تدبیرها اشتراک میکنند. دسته دختران ما فعالانه در تدبیرها با رقصهای ملی، سرودهای ملی زرافشانی خودم ما را پیشرفت میبرند. بینندگان عزیز و ارجمند، سفر هنری ما در محله نوآباد ادامه می‌یابد. حالا در دست من یکی از طعام‌های ملی تاجیکان قروتابه می باشد که امروز در جهان همه می‌دانند و با طرز آماده سازی قروتابه نوآباد
کدبانوهای خیلی زیبای انا همین محل ما را آشنا می سازند. و دیگر خوراکی که در اینجا می بینید با نام شپرمه مشهور می باشد و طرز آماده سازی شپرمه را هم حالا در دوامی برنامه به شما نقل می نماییم. اینک با اشتهای تام. اپای مخسفر مانده نباشید. من و شما حاضر با هم یکی از خوراک‌های ملی ما تاجیکان قورتابه تیار میکنیم. دست اول از چی سر میکنیم اپا جان؟ دست اول نان گرفته میده میکنیم. این قورتابه رو میریزیم. همه قورتابه چه تیار کرده؟ قورتابه رو در کمتر آب میاندازید، پیازش یک بار میجوشد. گشت قورتابه رو میاندازید. بالای قورتابهش ذره که میریزید. بعد این همه بالا میمونه. برای رنگ سالاد میکنید. قریب که این ذره کم شما تیار کرده مانده در مدن ما. اینجا به روغن، پیاز، گوشت هست. دمه قریب نیم کیلو پیاز انداخته ملایم شود، گرفته آورده بالای نوننده ریختن در کار. برای این جوشیدگی برای همان این جوش میریزد که همین نان نم کشد ملایم شود. افقات این بیبی بابایمون این دور قدیم همه حوض کرده میخورد. چند وقت باز اینو تیار میکنید اپا؟ چند سال من این کار دوام داشت. از کیا گرفته که شما این تیار کردن؟ اینا رو آچام و بیبیام و آنهم و کلونا میکردن. تقریبا در این محله همه خوراک تیار کردن میدونند. فقط روزای بیرام، روزای مهمون اجای دو میبیاد همه قورتابه میگید همه خرسا میشه. ذره گوشت، پیاز، روغن زرد، دمه اینا وای کرده برای آن خاطره که این به روغن کو این عروس کنه با قوت میشه. مثلا روغن به نان خوش و گفته یعنی میونش روغن میریزیم با مزه میشد. اینا را برای زیبا این کردن زیبا کرده میچینیده؟ زیبا کرده میچینم برای رنگ گل کرده خودم این روبه کرده. غیر از این کبودی میچوشن، کشنیش، شبت، برای ریحان، برای گوشم نه با مزه میکند هم ویتامین. مرحمت به این طعام پخته من قورتابه نوشی جان. در سرشتگی روزگار سهم زنان بیشتر است و اگر با زن هنر داشته باشد باز هم اعلاتر. رحمت به سروری دولت ما که عائله مرا به همین سزاوار دانستند، همین مهنتی مرا قطع کرده و به همین راهبران ناحیه بوکه به حد سرم بر آسمان که مرا با همین نشانه سرسینگی تقدیم کرده. برکتون بود و خلق رحمت از اینم بالاتر مکافات و نصیبتون گردد. امیدوارم. این قراق دوزی یکی از سنت‌های قدیمی ملت ما بابایان اوچایان ما می باشد. البته. من کنشانتید این کی دخته بودید اپا جان؟ این سالهای پیشتر بود برای فرزندانم دختن. این نام ستاره بارانه و این فقط از گلهای ستاره که فرزندانم سخنهای پدر میگفتن آسمان ستاره و کهکشان نشون میده. در دلم یک طغیان میزد که من حبیر همان سخنهای پدر را در زمین نمانم، در همین چادری عروسی دوخته مانم، یاد کرده مانم قدیمه ها را و هم این تاریخی بسیار داره و تاریخ قدیمه خلق تاجیک. من نانهای کلانه که ما میپزیم با همین رفیده ها. آفرین. رفیده که با از سنت های ملی ما نشانه است. این لباس چیه اپا جان؟ این همه کرته های همه پیش کرته های این هم از همه قدیمه ها برمانده، از متریال پخته تازه برای عروسا دختر. اینجا برای زمستانه هم هست که عروس ها میپوشن، بعد تویا به هم پوشیده میره. این لباس قدیمی این زیاده تاریخ است، قریب از 100 گذشتگی است.
یک عصر زیاد است. حتی دختش این با سوزن دختگیه، با سوزن دختگیه، با سوزن همه دختگیه که من شک کردم پیش کرته های همه خیلی آستین دراز قطیب عروسا میپشن و این هر دو از ایبای و فصاحت و نزاکت زن تاجیک نشانه است. البته. و دیگر باز لباسای میبینیم که با دختران این با به شکلی حاضره دختن که انا قراق در اسلوب چکه خیلی زیبا. این چی فانتزی که اپا جان؟ این فانتزی از خودمان چی کردیم که حاضره با پوشیده بران این همه حاضر در کوچه پوشیده مرکا و رفتن میشه. امروز دخترانی نواباد این لباسای ببر میگیرن نه؟ البته امین بیاد این هم میگه که فانتزی خودم برای می خانواده هم دختم. چند روز با دختر میشدن همین لباس پا؟ این زیاده از یک مونی که مهنتم هست. این همین نوری چشم همه صبر یک اویله رو نگاه کرده بس صبر کرده از همه لطه پاره ها همین ها رو میدوزن. لطه پاره ها هم بول نمیشود. بیبی هم تو میگفتن که چقدر تو لطه پاره ها رو توپ کرده دوزی همه قدر عمر دراز میشه. اپی هنرمندی ما نه تنها نبیره های خود بلکه دختران گرد و اطراف را هنردار نمود. در وقت مشغولات ها این گل دختران برابری هنر آموزی درسی ادب میگیرند. ما یک سال آمده ایم به اپی زلیخا میبینیم اینها با ما یاد میدهند. ما خیلی چیزهای زیاده را دخته ایم. ما به پیش نزد این آدم هر هفته روز 2 روز 3 روز آمده در نزد مادر خاله در پیش این آدم هنر آموختیم. به یک دختر 40 هنر کم است. باید دختر همه هنر را دانستنش لازم. و ما خیلی هنرهای ضرور یاد دادن. ما کتاب‌های بدیعی را خوانده به یکدیگر نقل کرده میگوییم. حکایه‌های خیلی با شوق و ذوق گفته به دخترها نقل کرده خیلی افسانه‌های زیبا را گفته می‌دهیم. هم از آچه منتدار. در همین تعطیل تابستانه بغیر از کارهای خانه باز همین ملچه بافی را به نبیرم یاد دادم که از سبب چشمهایم نمیدیدن. من همین ملچه را من سر کردم و نبیرم همین را بافته انا برای که از خاطری من نبراد این نبیرم همین را با اینها را ساخته به یکدیگر تحفه میکنیم. غیر از این بعد این خیلی دستمانه ها، گردنبند ها، 2 تارن 1 تاره، گوشوارها را هم میسازیم. کدام دختری که یگان فکری نو دارد آمده و هم مصلحت کرده یک چیزی نو ایجاد میکنه و به یکدیگر حصه گذاری کرده همین چیزها را میسازیم. برای خلقم برای که ده هم نامبردار شود که ما همه خیلی عرف و عادت داریم. همانها را تا حال نگاه داشته مادر کلانه ما نگاه داشته تا ما رساندن با ما به نسل آینده رسانیم. و شما حالا چند شاگردانه؟ همه عائلوی تدبیرکاره. خوش. از این فرزندانم کلینهایم خواهرهایم کی که اومده اگر چی میکنن مرحمت من یاد داشتیم. نیکه که دختر کلین خواهرهایم همه عائلوی مایان همه هم خیلی دوزایم. برابر دوزندگی هر یک زن دهی نواباد نانپسی اصل هم می باشند. از بس که همه از عهده این کارها می برایند این هنر را یک کاری عادی بدانند. اپا جان من اکنون نانپسی با چی مناسبت نان پخته استادتان؟ جماعت خوش شده همی خمیر تشکیل کردیم. در این در خمیر شیر انداختیم. در تویار هم همی استاد همی خمیر فطیر میکنیم. لوچره میکنیم. لوچره فقط به همی شیر میشه. روغنش نمیکنیم. من رسم همی تاجیکان همی نون کلانه.
بینندگان عزیز ارجمند، باز یکی از خوراک‌های ملی تاجیک‌های محله نواباد. اینو نامش چی گفته دپه جان؟ شپرمه. شپرمه چی تیار میکنن؟ اینو دیگند آب انداخته، کرتشکا، لوبیای تر باشد نسترین میشد، ملک می اندازیم در اینجا، باقلا باشد می اندازیم، کرتشکا سبزی رو مهدی کرده سرخش می اندازیم. علفایی که برای دارواری کشنیش، ریحان، ایشم همینا رو همیشه در دک نقص کرده میجوشونه میپزانیم. چند ساعت تقریبا؟ یک ساعت نقص میپزه تیار میشه. قطعی نقص کرده ارالش کرده به ایلک حبیب پولیده نقص کرده به علرش کرده میمونه. هم تیز تیار میشدن کسا صحت میشد شفا میوه. گرم میخورن یا که خنک؟ فرقش نیست. گری باشد تصفو میخورد، صحت باشد خنکش میخورد. بسم الله الرحمن الرحیم به نیت شفا. شفا از جانب حق تعالی. کیک میخواهد ریحان میاندازم. کیک قلنفر میخواهد قلنفر میاندازم. این به طبع هر یک آدم. مرحمت. تشکر. سلامت باشید. رحمت. گوشته ایتون. فانش کنین نو عروسی یک دانه را گلی خندانش کنین خواهرکی نازدانه را با زلفای نازکش آستهک زنین شانه را ماهی تابانش کنین دختری خوبی خانه را کاکلانش چیلو چار مهرهش قطار بحری کاکلی نگار تنگه و گلی انار خاله جان بره بیار